دیل کنیم و دوستان به این لحظه ها که به خاطر آن شخصی آمدیم که هنرمند شناخته جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان که در تمام گوشه و کنار این جمهوری ها شخصیت را میشناسند و با آن هم باشد با خاطر آن شخصیت آمدیم لحظه های کودکی را، لحظه های گوارا را، این لحظه ها دوستان برای صحنه هنر میخونم. برادری گرامی قدر ما زیر کفکوبی های شما جمشید جانی حلی. السلام علیکم. یه همه خودم سوز بحرون. السلام علیکم هموطنان عزیز، برادرها، پدرها، خواهرها، دادرها، دور رحمت خراب یافتشه نرس. دوستان گرامی، اهل هنر، رامشگران، پیش از همه قدم‌های همه شما را خیر و مقدم نور دیده تاج سر بگیم. به اون سبب روزگار بخت و وصل ملت تاجیک ما مهمان این شهر هستیم و اطمینان گرفتیم که همینجا که اومدیم یک لحظه شما هموطنان عزیز روبرو بینیم. هر بار یک کس وطن میره برمیگردن یا یک کس ای وطن میبیاد. هم حس کردم که یک کیفیت حلاوتی مشام وطن، بوی وطن میبیارد تا به چندین کسا بولیده میشود. حتی باور کنید از کوچه اگر از همون کوچه در اون نفر گذره یا بار میپرسه که همون کوچه ما در فلان درخت هسته. به همین خاطر همین خیل ما هم گفتیم که اینجا اومدیم یک بار به دیدار همدیگر هستیم و بسیار بسیار هم به حشمت بسیار چی میگن زبان امروز قدیم واهمه کردن که ما همیشه همه جمع شیم. من از حاضرین خواهش میکنم به همون نفرایی که ما همه جمع میشیم گفتن نامدن برای هوای یک قرصک زنه که بیایم. بیا گل را به گل پیوند سازیم، بیا گل را به گل پیوند سازیم، بیا دل را به دل خرسند سازیم. ای در این دنیا که خود فند و فریب است چرا ما همدیگر را فند سازیم. در همین چند روز در سیر و گشت همین شهر بسیار چیزا را سفر میکنیم. میگه خام در سفر پخته میگردد. دیدیم آموختیم از همه اساسش برای ما و شما هموطن ها همزبان ها که در عرفه عید وحدت ملت تاجیک قرار داریم. چندین روز در سرزمین ما جشن است. دائم هم خیلی وحدت ملی باشد، مهر و محبت تاجیکان زیاد باشد، بخت و سعادت باشد. چه آرزویی داره شما عزیزان از اینجا تا وطن، از وطن تا اینجا، از زندگی تا به اونجا، به آرزوی خوشبختترین زندگی ما و شما را رساند پروردگار. یگان مایده در کار نیست در پیش مردمی که زبان ما را نمیدونن، این خیشتا که ما را نمیفهمند، یگان مایده زحمت نکشه، قرصک نزنه، یگان مایده خطور ناهینجا را هم حس نکنه. من خواهش میکنم که همین خواهد که حلاوت بریم، کیفیت بریم. همه دیگرایی که برای 1000 سوم قدردانی کردن اینجا نامدن، همین تلفن های شما تماشا نکنن. در همین شبکه های اینترنتی بیزار کرده اگر پی بازاری ها تلفن های موبیلی کشته میشود.
من برای تلفن‌های موبایل شما نه پول گرفتم نه اینترنت به پول میمونه که وارد شوی شما میگم برادر و خواهرها همه گیر همین کامرا تام گیر پرویز من